سلام و وقتتان بخیر. یسرا نوری هستم. شما را خوش آمدید میگم به این مجموعه خبری از تلویزیون مشران و جرگه. سرخط خبرها: پایان نشست قلب آسیا در تاجیکستان و تاکید این نشست بر تامین آتشبس دائمی و برقراری صلح در افغانستان. حضور مسئولان نهادهای امنیتی در مجلس سنا و شریک ساختن آخرین وضعیت و تدابیر امنیتی با اعضای این مجلس. و تصمیم تازه اتحادیه اروپا برای تحریم چند مقام ایرانی در پیوند با نقض حقوق بشر در آن کشور. کشورهای عضو نشست قلب آسیا پروسه استانبول در پایانی نهمین نشست آن در تاجیکستان با نشر اعلامیه خواهان برقراری صلح و تامین آتشبس دائمی در افغانستان شدند. وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت که نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست تعهد کردند که تلاش‌هایشان به هدف تامین صلح در افغانستان افزایش خواهند داد. نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول روز سه‌شنبه با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و وزیران 13 کشور در دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد. نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول روز سه‌شنبه با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و وزیران 13 کشور در دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده است که شرکت کنندگان این نشست صلح و ثبات در افغانستان را به نفع تمامی کشورهای منطقه عنوان کرده و از تلاش تمامی کشورها به هدف تسریع مذاکرات معنادار میان حکومت افغانستان و گروه طالبان استقبال کردند. به گفته وزارت امور خارجه، نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست تعهد کردند که تلاش‌هایشان به هدف تامین صلح در افغانستان را افزایش خواهند داد. در اعلامیه پایانی این نشست تاکید شده است که هر گونه توافق سیاسی باید از حقوق همه افغانها از جمله زنان، جوانان و اقلیت‌ها محافظت کند. اعضای نشست قلب آسیا پروسه استانبول همچنان از تداوم خشونت‌ها در افغانستان به ویژه حمله بر کارمندان خدمات ملکی، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در این کشور را نکوهش کرده و خواهان توقف این حملات شدند. آنان همچنان از توقف مذاکرات صلح میان هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر انتقاد کرده و خواستار اثرگیری گفتگوهای معنادار میان دو طرف شدند. این اعلامیه قاطعانه خواستار همکاری‌ها و تلاش‌های هماهنگ منطقه‌ای و بین‌المللی برای دریافت اطمینان از برچیده شدن پناهگاه‌های امن تروریستی، جلوگیری و ممانعت از رفت و آمد تروریست‌ها و گروه‌های دهشت افکن از جمله جنگجویان خارجی در سراسر کشورهای منطقه قلب آسیا و هر جای دیگر شده است. این کشورها افزودند که آنان خواهان قطع هر گونه حمایت مالی، تاکتیکی، لوجستیکی از انواع و اشکال تروریسم بدون گذاشتن هر گونه فرق میان تروریستان اند. مجلس سنای شورای ملی در روز سه‌شنبه میزبان مسئولان نهادهای امنیتی بود که با حضور در نشست عمومی این مجلس پیرامون آخرین وضعیت امنیتی و آمادگی نیروهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم و افزایش جنگ‌ها به اعضای مجلس سنا روشنی انداختند و به پرسش‌های سناتوران در زمینه پاسخ دادند. توجه کنید به جزئیات کامل این گزارش. مسئولان سکتور امنیتی و دفاعی کشور در نشست روز سه‌شنبه مشران و جرگه بر ریاست فضل‌هادی مسلمیار در مورد حالت فعلی و دورنمای وضعیت امنیتی و تدابیرشان برای سرکوب دشمنان پاسخ دادند. در آغاز جلسه فضل‌هادی مسلمیار رئیس و سایر اعضا از پذیرایی گرم کشور دوست تاجیکستان از هیئت عالی رتبه افغانستان و اعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس جمهور محمد اشرف غنی ابراز سپاسگزاری نموده و از قرارداد یک سلسله برنامه‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور یادآوری نمودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور صبح روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی از بهر شرکت در نهمین نشست قلب آسیا روند استانبول وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد که از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مورد استقبال گرم قرار گرفت.
همچنان در جلسه بعضی از اعضا در مورد اظهارات اخیر سفیر پاکستان مقیم کابل گفتند که اگر پاکستان می‌خواهد با افغانستان همکاری نماید، لانه‌های تروریستی را در کشورش مسدود نموده از تمویل، تجهیز و صدور تروریستان به داخل افغانستان انصراف ورزند و تصمیمات صادقانه پاکستان و امریکا می‌تواند به پروسه صلح افغانستان کمک زیادی نماید. در جمع‌بندی موارد یاد شده، فضل‌الهادی مسلمیار به کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه وظیفه سپرد که موضوع تلفات غیر نظامیان را در ولسوالی صبری ولایت خوست و تیراندازی بالای موتر حامل آمر جنایی حفظ یاستهام امنیتی شهر کندهار را بررسی نمایند. سپس محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی و سایر اعضا با تمجید از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی افغانستان سوالاتی را در مورد آمادگی‌های نهادهای مذکور در سرکوب دشمنان، تامین امنیت هرچه بهتر شاهراه‌ها، نابودسازی ایست‌های گمرکی و بازرسی گروه طالبان در مسیرهای عمومی، اکمال تجهیزات و آشا و احاطه قوای مسلح و پرداخت معاشات به موقع آنان، مبارزه جدی با فساد در بخش‌های لوجستیکی، تقویه نهادهای صحی، ایجاد راهکارهای مناسب برای نابودی گروه‌های تروریستی، سارقین و اختطافگران، شناسایی افراد نفوذی دشمن از صفوف قوای مسلح، قضیه علیپور، رهایی عبدالرؤوف کودک خردسین از چنگ روایندگان، جلوگیری از فروش و استعمال مواد مخدر، مشروبات الکلی و تابلتکه و محو فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی و برخی مسائل دیگر را مطرح نمودند. سپس نجیب الله وردک معاون اول وزارت دفاع ملی در پاسخهایش گفت در جریان فصل سرما نیازمندی‌های قطعات و جزئیات‌های اردوی ملی مشخص و امکانات و تجهیزات لازم در اختیار قل‌اردوها قرار داده شده و در ضمن در روند تدارکاتی مطابق قانون تسهیلات لازم فراهم شده است و اطمینان داد که به پیشنهادات و خواست‌های سناتوران اولویت خواهند داد. متعاقباً دیگر جنرال اقبال علی معاون اول لویدرستیز وزارت دفاع ملی نیز اطمینان داد که قوت‌های مسلح در برابر هر نوع تهدید آمادگی عام و تام داشته و به تحرکات دشمنان پاسخ قاطع و فوری خواهند داد. موصوف گفت برای ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی میان نیروهای امنیتی و برنامه‌های منظم در حال اجرا است و در این اواخر بیش از 900 عملیات هوایی اجرا گردیده که ضمن انتقال پرسنل و اکمالات تجهیزات آنان پایگاه‌های دشمن نیز مورد هدف قرار گرفتند و نیز از ادامه عملیات در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و تعبیه نیروهای تازه نفس در این ولسوالی خبر داده گفت در جریان عملیات در ولسوالی مذکور به دشمن تلفات سنگینی وارد گردیده است. جنرال اقبال علی گفت قرار است در ماه مبارک رمضان به هزاران خانواده ورثه شهدا کمک‌های نیز صورت گیرد و در کنار آن پلان‌ها برای تامین امنیت شهرهای عمومی و ولایتی که در تهدید بلند امنیتی قرار دارند آمادگی گرفته شده است. سپس لوی پاسوال محمد انور بریپال معاون تعلیمات و پرسنل وزارت امور داخله طی صحبتی گفت با آنکه سال گذشته دشمن با تشدید جنگ‌ها تلاش کرد که امتیازاتی را به دست آورند و خواستهای نامشروعشان را بالای مردم تحمیل نمایند، اما قوای مسلح جلو آنان را گرفته و اجازه نداد تا اراضی کشور را تصرف نمایند. جنرال بریپال افزود ارقام نشان می‌دهد که سطح جرایم جنایی، ترورهای هدفمند و اختطاف‌ها در این اواخر در شهر کابل پایین آمده و بیشتر از 400 تن که در جابجایی ماین‌های مغناطیسی دست داشتند در نقاط مختلف کشور دستگیر شدند. هاکذا دیگر جنرال نظر علی واحدی معاون ریاست عمومی امنیت ملی در پاسخهایش گفت در حالی که در برابر یک جنگ غیر متعارف و استخباراتی قرار داریم، اما نیروهای دفاعی و امنیتی کشور آمادگی‌های عام و تام به دفاع از مردم، نظام و تمامیت ارضی کشور دارند. نامبرده گفت گروه طالبان در نقاط مختلف پاکستان برای پیشبرد جنگ‌های بهاری آمادگی می‌گیرند. در مقابل نیروهای امنیتی کشور به همه تحرکات جنگیشان پاسخ کوبنده خواهد داد و نیز تمام انتحارات و انفجاراتشان از سوی استخبارات پاکستان راه اندازی می‌شود. او تصریح نمود که روابط طالبان با القاعده و گروه حقانی همچنان پابرجاست. و از دستاوردهای منسوبین امنیت ملی در سال گذشته یادآوری نموده گفت بیشتر از 4000 تن از تروریستان حرفه‌ای به شمول اعضای گروه‌های داعش و القاعده از سوی نیروهای امنیت ملی دستگیر شدند. موصوف از نهایی شدن طرزالعمل مرتبط به خیزش‌های مردمی از سوی آن اداره نیز معلومات داده گفت نظر به تقاضای مردم و مقامات برخی ولایات خیزش‌های مردمی در کنار نیروهای امنیتی توصیف کردند.
وی با اشاره به قضیه پیش آمده در ولسوالی بهسود ولایت میدان ورده گفت بدون شک علیپور هم مانند سایر گروه‌های تروریستی دیگر مرتکب جنایت نابخشودنی شده است. همین اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی در ساحات مختلف بهسود مستقر بوده و مشکلات باشندگان محل مرفوع گردیده است و عملیات نیروهای امنیتی ادامه دارد. آقای واحدی در ادامه پیرامون رهایی عبدالرؤوف کودک اختطاف شده در ولایت بلخ گفت تا کنون حدود 20 تن در ارتباط به این قضیه گرفتار شدند و در قسمت رهایی این کودک تلاش ها جریان دارد. در ختم جلسه اعضای مشران و جرگه توضیحات مسئولان را قناعت بخشانده تاکید داشتند که به دیدگاه ها و پیشنهادات ایشان که راجع به بهبود وضعیت امنیتی صورت گرفته است از سوی رهبری سکتور امنیتی و دفاعی کشور ترتیب اثر داده شود. حکومت نیوزلند اعلام کرد که مأموریت 20 ساله نظامی خود را در افغانستان پایان داده و آخرین سربازانش را از افغانستان بیرون کرده است. نیوزلند یکی از هم پیمانان آمریکا است که پس از سال 2001 بیش از 3500 سرباز به افغانستان فرستاد و در جریان حضورش 10 سرباز خود را نیز از دست داده است. در همین حال وزارت دفاع ملی تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حمایت‌های مالی و فنی ناتو و هم پیمانانش نیاز دارند. نیوزلند روز دوشنبه اعلام کرد که مأموریت 20 ساله نظامی خود را در افغانستان پایان داده و آخرین سربازانش را از افغانستان بیرون کرده است. نیوزلند یکی از همپیمانان آمریکاست که پس از سال 2001 بیش از 3500 سرباز به افغانستان فرستاد و در جریان حضورش 10 سرباز خود را نیز از دست داد. این در حالی است که رهبری جدید ایالات متحده آمریکا تاکنون موقف روشنی درباره خروج به موقع نیروهایش از افغانستان نشان نداده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایالات متحده مهلت خروج اول ماه می را رعایت نمی کند، اما گفت که نمی تواند آمریکا را در سال آینده با داشتن سرباز در افغانستان تصور کند. در همین حال وزارت دفاع ملی تاکید می کند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حمایت‌های مالی و فنی ناتو و همپیمانانش نیاز دارند. این در حالی است که به گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از دسامبر 2020 نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تنها 20% کار تجهیزات فنی خود را به دوش دارند، در حالی که هدف تعیین شده برای خودکفایی نیروهای افغانستان 80% بوده است. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا پس از توافقنامه صلح با طالبان در فوریه 2020 نزدیک به 1 میلیارد افغانی را برای تجهیزات بخش‌های نظامی افغانستان با 17 شرکت قرارداد کرده که برخی از این قراردادها تا سال 2023 ادامه دارد. همکنون 9592 سرباز ناتو در افغانستان با فرماندهی آمریکا موسوم به مأموریت حمایت قاطع حضور دارند. آمریکا 2500 تن، آلمان 1300 تن، ایتالیا 895 تن و بریتانیا 750 تن سرباز در چارچوب ناتو دارند. همچنین در این چارچوب سربازان چند کشور دیگر عضو ناتو نیز در افغانستان حضور دارند. با همه اینها طالبان هشدار داده‌اند که اگر آمریکا طبق توافقنامه نیروهایش را تا ماه می از افغانستان خارج نکند، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. اکنون دیده شود که طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ آمریکا در خارج این کشور در مهلت تعیین شده پایان خواهد یافت یا خیر. امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات هدفمند در ولایت پکتیکا یک عضو ارشد شبکه القاعده و یک فرمانده گروه طالبان کشته شدند. امنیت ملی افزوده است که این افراد مشغول تامین سلاح‌های پیشرفته و ارائه آموزش‌های نظامی در ولایت غزنی، لوگر و زابل بودند. ریاست عمومی امنیت ملی با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که دولت بیگ تاجیکی مشهور به ابو محمد التاجیکی و حضرت علی مشهور به حمزه مهاجر به ترتیب اعضای ارشد شبکه القاعده و طالبانند که در یک حمله هدفمند در کشور کشته شده‌اند. در این اعلامیه آمده که التاجیکی عضو برجسته شبکه القاعده در شبه قاره هند و حمزه مهاجر از ساکنان وزیرستان بودند. در اعلامیه امنیت ملی آمده است که این افراد اشخاص ارتباطی میان شبکه القاعده و گروه تروریستی طالبان بوده و مسئولیت تجهیز و تمویل گروه تروریستی طالبان را بر عهده داشتند. به گفته این اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی، این افراد مشغول تامین سلاح‌های پیشرفته و ارائه آموزش‌های نظامی در ولایات غزنی، لوگر و زابل بودند.
در اعلامیه آمده است که این افراد هنگامی که پایگاهشان را در ولایت غزنی به قصد ولایت پکتیا ترک کرده بودند هدف قرار گرفتند. به گفته ریاست امنیت ملی، این سومین عملیات هدفمند پس از امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا است که در آن اعضای ارشد شبکه القاعده یک جا با افراد گروه طالبان هدف قرار میگیرند. قطع رابطه با گروه‌های دهشت‌افکن از جمله شبکه القاعده، کاهش خشونت و پیوستن به مذاکرات صلح بین الافغانی از تعهدات اساسی طالبان در توافقنامه آن گروه با ایالات متحده است که به تاریخ 29 فوریه 2020 در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. دولت افغانستان اما بارها تاکید کرده که گروه طالبان تمایل به قطع رابطه با القاعده از خود نشان نداده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً نشست میان هیئت دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در مسکو برگزار شد و قرار است نشست مشابه نیز ماه آینده در ترکیه برگزار شود. اکنون شما را خوش آمدید میگم به خبرهای خارج از کشور. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که تا تاریخ 19 ماه آپریل 90% شهروندان بالغ این کشور واجد شرایط دریافت واکسن ویروس کرونا خواهند بود. آقای بایدن با مردم آمریکا گوشزد کرد که تهدید این ویروس هنوز هم با قوت خود باقی است. این در حالی است که در یک هفته گذشته نزدیک به 70,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا به ثبت رسیده است. همزمان با تشویق شهروندان امریکا برای تطبیق واکسن ویروس کرونا، جو بایدن به مردم گوشزد کرد که تهدید این ویروس کماکان با قوت خود باقی است. رئیس جمهور بایدن گفته است که تا تاریخ 19 ماه اپریل تعداد مراکز تطبیق واکسن 2 برابر خواهد شد تا افراد بیشتری به واکسن دسترسی پیدا کنند. ارائه خدمات حمل و نقل به مراکز واکسن برای کهنسالان و افراد دارای معلولیت نیز بخشی از این برنامه است. این در حال است که در تازه‌ترین آمارها از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا افزایش 10% را در جریان هفته گذشته نشان می‌دهد. به گفته مقامات در یک هفته گذشته نزدیک به 70,000 مورد جدید به طور روزانه به ثبت رسیده است. همچنین موارد بستری شدن بیماران بیش از 4% و آمار مرگ تقریباً 3% افزایش داشته است. با توجه به این نگرانی‌ها، مقامات در امریکا تلاش‌ها برای تطبیق واکسن را شدت بخشیدند. آمارهای صحی در امریکا نشان می‌دهد که تا حالا بیش از 95 میلیون نفر در امریکا حداقل دوز نخست واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده و بیش از 52 میلیون نفر به طور کامل واکسن شدند. بیش از 30 میلیون نفر در امریکا به ویروس کرونا مبتلا شده و از این جمع نزدیک به 547,000 نفر جانهایشان را از دست دادند. اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی چند مقام ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر در این کشور تحریم کند. اتحادیه اروپا میگوید که سفر این افراد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع و هر گونه دارایی احتمالی آنها در اروپا مسدود خواهد شد. از سوی هم به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در سراسر جهان ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در کشورهای نظیر سوریه، عراق و یمن متهم کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی چند مقام ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کند. این خبرگزاری به نقل از 3 دیپلمات اروپایی که نام آنها را منتشر نکرده گفته است که توافق درباره تحریم‌های تازه روز چهارشنبه انجام خواهد شد. رویترز گفته است که اتحادیه اروپا قصد دارد اسامی افراد تحریمی را هفته آینده اعلام کند. انتظار می رود سفر این افراد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع و هر گونه دارایی احتمالی آنها در اروپا مسدود شود. این اولین اقدام اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران از سال 2013 میلادی خواهد بود. اتحادیه اروپا اما رسما در این خصوص اظهار نظری نکرده است. اتحادیه اروپا مانند آمریکا از سال 2011 حدودی 80 مقام ایرانی را تحت تحریم‌های حقوق بشر خود نگه داشته است که هر ساله در ماه اپریل تمدید می شود. منابع رویترز گفتند
که این موارد هم در روز چهارشنبه تمدید خواهد شد. اتحادیه اروپا در ظرف هفته‌های جاری 11 نفر از جمله در چین، کره شمالی، لیبیا و روسیه را تحریم کرده است. ایران بارها اتهامات غرب در خصوص نقض حقوق بشر را رد کرده است. از سوی هم به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در سراسر جهان ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در کشورهای نظیر سوریه، عراق و یمن متهم کرده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه رسما به کنگره ایالات متحده ارائه شد، همچنین چین به نقض فاحش حقوق بشری اقلیت عمدتاً مسلمان اویغور و نیز روسیه به هدف قرار دادن مخالفان دولت متهم شده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که حکومت ایران نه فقط حقوق بشر در داخل کشور را نقض می‌کند، بلکه از طریق پشتیبانی نظامی از بشار اسد، رئیس جمهوری روسیه و نیروهای حزب الله لبنان، حقوق بشر در سوریه را نیز زیر پا گذاشته است. حال هم توجه کنید به اوضاع جوی پایتخت و چند شهر مهم دیگر. در پایان هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی. از همراهیتان با این سرویس خبری سپاسگزاریم. خبرها در همین جا به پایان رسید. ممنون که تا اینجا با ما بودید. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت خوش. خدا نگهدار.